مشاوره ها و آزمایش های کلیدی قبل از تعیین جنسیت قطعی برای جنین کدومه؟ امروز با ما باشید تا اینا رو براتون بگیم. دکتر سوزان پیروان هستم، متخصص زنان و درمانهای فوق تخصصی ناباروری. در کنار همکارم روزا بهاری هستم، ماما و دکترای بیزینس. اصلا مگه برای تعیین جنسیت که میخوان انجام بدن مشاوره آزمایشی هم لازمه؟ خواستن توانستن است. بله حتما لازمه. اولا که باید بدونم ما فقط یه روش قطعی داریم برای تعیین جنسیت و اونم میکرو اینجکشن یا کاشته. یعنی قبل از این که جنین ها رو داخل رحم مادر قرار بدیم جنسیت رو تعیین میکنیم، بعد اون جنسیت مورد نظر رو براشون داخل رحم قرار میدیم. یعنی خانم دکتر روش تغذیه‌ای، روش این که زمان بندی بکنیم برای نزدیکی، روش این که اسیدیته یا pH بدنمون رو تغییر بدیم، اینا روش هاییه که غیر 100%یه، یعنی حتمی نیستش، فقط یه فرضیه ممکنه باشه. روش قطعی چیزیه که همینجا داریم بهتون میگیم. پس لطفاً کنار ما باشین، همراه ما باشین. اگر میخواین یه تعیین جنسیت موفق داشته باشین و تمام نکاتش رو بدونین، ما رو به دوستاتونم که دنبال این قضیه هستن پیشنهاد بدید و لطفاً سابسکرایبمون کنین. یک روش قطعی فقط برای تعیین جنسیته، میکرو اینجکشن. ولی حالا قبل از اینکه بخواید وارد این برنامه بشید، اول باید مشخص بشه اصلا شما مورد مناسبی هستید یا نه. پس با ما باشید ببینید چه آزمایش‌ها و مشاوره لازم هست. خب اولین آزمایش و مشاوره‌ای که لازمه یه سری بررسی کلیه، مثلا آزمایشات هورمونی مربوط به خانم و یا آزمایش اسپرم مربوط به آقا. بله. و اینکه آیا در حالت تعادل خوبی وجود دارن یا خیر، یعنی وزنشون رو کنترل کردن، آیا اون تغذیه‌ای که لازم هست رو دارن یا خیر. اصلا یه بررسی اولیه توسط متخصص محترم زنان. بله. پس اول لازمه که یه مراجعه و مطالعه و یک بررسی اولیه هم به لحاظ سلامت کلی بدن، چون قرار مادر بشید، و هم به لحاظ هورمونی براتون انجام بشه. تو هورمونا ما بیشتر از همه دنبال 3-4 تا میگردیم. یکیش FSH و LH که هورمونی هست که عملکرد تخمدان رو نشون میده. هورمونی که خیلی برای ما مهمه، برای شما خیلی مهمه. الانم خیلی راجبش میدونی، AMH ذخیره تخمدان. برای اینکه بشه براتون جنین ما در آزمایشگاه جنین شناسی داشته باشیم، باید تخمک ذخیره مناسب داشته باشه. اگه ذخیره کم باشه ممکنه مورد مناسبی نباشید. مورد بعدی آزمایش تیروئیده، آزمایش مربوط به پرولاکتینه، یعنی هورمون هایی که روی باروری اثر میذارن. پس به جز تستای اولیه سلامتی، آزمایشات هورمونی مهم رو ما انجام میدیم. و اسپرم رو هم که اشاره کردیم. دیگه چه بررسی لازمه؟ بررسی که لازمه مشاوره هاییه که توسط متخصصای دیگه‌مون انجام میشه، مثل مشاوره ژنتیک، مثل مشاوره جنین شناسی. اینا خیلی حائز اهمیته. چرا مشاوره ژنتیک؟ به خاطر اینکه ممکنه شما یک بیماری ارثی رو توی خانواده‌تون به صورت تکرار شونده داشته باشید و این بیماری مربوط به جنس باشه. خانم دکتر لطفاً اینو شما بیشتر و تخصصی تر توضیح خواهش میکنم. مشاوره ژنتیک از چند نظر لازمه. یکی این که آیا بیماری‌های وابسته به مشکلات ژنتیکی در شما هست یا نه. موضوع بعد اینه وقتی که شما برای مشاوره ژنتیک تشریف میبرید سوال کنید آیا فقط برای جنسیت دارین بررسی میشیم به لحاظ ژنتیکی یا بررسی بیماری‌های ژنتیکی جزء پروتکل اون مرکز هست یا نه. چون بیماری‌های ژنتیکی بررسیش ممکنه هزینه بر و گرون باشه و این کارو براتون انجام ندن. من دیدم خیلیا فکر میکنن که همه جور بیماری برای جنین بررسی شده، در صورتی که فقط ممکنه مسئله مربوط به جنسیت باشه و حتی غربالگری‌های عادی که ما انجام میدیم در بارداری هم جزوش نباشه. اینو حتما بپرسید. ولی اگه قرار باشه یه چیز کامل‌تری باشه باید بخواید، چون هزینه داره. این چیزا به طور معمول ممکنه انجام نشه. یه سری از چیزا هم زمانی هم بعضی مواقع هست که بررسی ژنتیکی میتونه فقط به لحاظ جنسیت نباشه، حالت درمانی داشته باشه. پس هم دکتر اینو بهتر بدونن که تعیین جنسیت رو همه فقط به خاطر دلخواه خودشون انجام نمیدن، ممکنه به صورت درمانی هم انجام بشه. این کمک میکنه که ما جامعه سالمتر داشته باشیم. بنابراین وقتی به این نکات ریز ریز توجه بکنیم، هم جامعه سالمتر داریم، هم خودمون دچار مشکلات کمتری خواهیم شد. مورد بعدی که خیلی لازمه بدونن، وقتی که برای تعیین جنسیت مراجعه میکنن
لازمه که بدونن که IVF ممکنه بگیره، ممکنه نگیره، بنابراین 100% نتیجه حاملگی ممکنه نباشه. لازمه بدونن که موفقیت این درمان مثل خود IVF که ما برای افراد نابارور انجام میدیم بستگی به کیفیت تخمک، کیفیت اسپرم و مهمتر از همه اینا اون جنین داره که قراره به رحم مادر منتقل بشه. ولی این نکته خیلی خوب داره، اگر همه اینها خوب باشه، یعنی تخمک، اسپرم و جنین، اندومتر و دیواره رحم مناسب باشه، یعنی شرایط مناسبی برای لانه گزینی وجود داشته باشه، چون افرادی که برای تعیین جنسیت مراجعه میکنن به طور معمول ناباروری ندارن، اینا احتمال موفقیتشون یه مقداری 1% بالاتر از افراد عادی هست که به دلیل ناباروری مراجعه میکنن. بنابراین یه روش خیلی خوبه برای افرادی که یه بچه‌ای دارن و برای بچه دومشون دوست دارن جنسیت دیگه‌ای داشته باشن. ما یه روش‌هایی رو به کار میبریم که کمک میکنه شما وقتی که تعیین جنسیت انجام دادید یا میخواین انجام بدید یا انتقال جنین میخواین انجام بدید به شما کمک میکنه. روش‌های نوین و تو تکنولوژی روز دنیا هستش که از روش‌هایی به اسم RF PRP یا پلاسما استفاده میکنن. خیلی خوبه که آگاهی داشته باشید با روش‌های جدیدی که به شما کمک میکنن انتقال جنینتون مثبت بشه. در واقع این روش‌هایی هستن که به خونرسانی رحم و تخمدان و بهبود کیفیت همه اینا کمک میکنن و احتمال مثبت شدن IVF رو در شما بالاتر میبرن. من فکر میکنم که نکات خیلی مهم رو براشون گفتیم. باز اگه سوال داشتن میتونن تو کامنت برامون بنویسن، ما در خدمتشون هستیم. یادتون باشه زن به توان 2، هم خودتون عضو بشید، هم بفرستین برای دوستاتون. اجازه بدین که اطلاعات علمی دقیق در اختیارشون قرار بگیره.